салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарзамини Тоҷикистони азиз, ба кулли ғарибои берун аз марз, ғарибо, мусофиро, муҳоҷиро саломи худро ба тамоми мусулмонои ҷаҳон мерасонам. имрӯз рӯзи мавлуди сарвари олам, нигини пайғамбаро, пайғамбари охирузамон ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. бародарони хандам, дар бораи мавлуди ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ман суханҳо гуфтаниҳо ҳастам. шумо интизор шавед. خب حاضر یک چیزی دیگر را خاطررسان کردنی هستم که یک خواهر مهربان با من چنین کامنتار نویسنده. شما خوب گوش دارین. بابا سرازا تبریک کن. آدما بیکارن. تو دا سیلی دین گاب میزنی. تو سیلی دین گاب میزنی. دیگی علمم سوخت غم در سرت. مادر مهربان چرا دعا میکنی؟ آخی من نمیدونم دعا کردی؟ برای چی دعا کردی؟ ولی مردم میگن که یا خیلی نصیحت میکنن، بابا را نصیحت میکنن، کامنتارا را نخون. کامنتارای شما را هر یک کدومش میخونم. هر یک کدومش میخونم. جواب گردونده که نمیتونم سمی اینترسش همیشه داخلی. دیگه علامم سوخت غم در سر تست تبریک. اگه کدومه که بابا تو تماشا میکنن ما 8 minut 10 minut 12 میخیلی برای که نمیشه پرتفتن نمیشه اینترنت با همون خما گم میزنم. اگه گازو را بکشین، پلیتو را بکشین، دیگوتون بمونه خب بلیچ که بابا باشه باباتون گوش کنین که 10 minut 10 minut گپ گوش کن. دعام کردی خواهر مهربان، مادر مهربان دعام کردی، به چی دعام کردی؟ هم تماشا کردی هم دعام کردی. خب برادران خاندم، وقتی که من میام رولینگ میکنم کو یگان تیاری نیست. یعنی میام میشینم سر میکنم گپ کارا سر میکنم گپ میزنم. امروز مولود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با او ما باید بسیار درود بفرستیم، با او صلوات بفرستیم. حاضر یک قصه از زندگانی خودم قصه میکنم، بعد با دوام میتیم. وقتی که من سال 2008 ای حج اومدم، شفیار کار میکردم در стоянка حاضر مسجد چیدگی که مسجد کلانترین آسیای میانه با فکرم خطا نکنم مسجد خودمان در همونجا جای پارک اتوبوسا بود. همونجا стоянка دا بودیم. ماشینمون همونجا میستاد. شهر خیمه کار میکردیم، فعالیت میکنیم. یک روز یک اومد، یک پاویسکا آمد در چی در همون ای عدل شهر گفتم خیلی بفهمیم. پاویسکا آمد و من رفتم. ما همون سالو ای حج اومدگی بودم. خیرش فاش نبود وای نبود، همه وای بود، خیلی تگیس بود. کم اکرش موندگی بودم. همچه حاجی یا توقی سفیدک در سرم، توقی تورک در سرم میموندم. بود اچکی میموندم، میتری میموندم، میگشتم. من وقتم بابا تمام گبزن بود و رفتم اونجا. خیلی عدل دور اومد، توقی را سر توقی را گرفتم، تا کردم در کیسه موندم. رفتم همون کابینت دور اومدم. کابینت خیلی یک کارگر حزب حقوق باور که همین بینی کو هم خیلی بینی هم لرزت میگیره. باید اوز بالا میخواد تلپاگ موندگی هم خیلی ششتگی کم خنکی بوده. چی آنا با ما دور اومدم همونجا ده سلام علیک کردم. گفت که پیرنظر محمد. گفتم که ها با گفت بشیجا خیلی شیشتم. یک کابینت شیشتم همونجا ده. گفت که بشی خیلی شیشتم. خیلی بعد سوال و جواب اگه جا ای وحدت نویسنده است چیکار می‌کنی؟ خیلی شفیار خیلی اویلا خیلی همه خیلی نویسندم. بعد گفت که حاجی. گفتم که ها ما حج اومدم نه
چند وقت ای حج اومدم گفت که با ساعت نگاه کرد پیشین گذشته است گفت پیشین خوندی گفتم که نه نخوندم گفت با سر لیچی کو حاجی گفتم خیر هم خیلی خیلی چی بگوی خیلی کجا دارم جو گپ زدم میشه بعد گفتم که گفت که پیشین نخونده گفتم که نه گفت بزگریسه ای خدا بترسین باور که چیزی که من میگم خدا رو حاضر میکنم با میگم من این گپم قد جواب میگم این گپ شما زپس کرد گوش کردید با اینجا زپس شده با ما جواب میگم این دنیا دام جواب میگم شما دام جواب میگم قیامتم جواب میگم شما بابیت خطر چی گپا چی نکنین با گفت که بزگریسه با گذاشتم وای سه تا پالکون میشه بعد وای گنرال آیا بعد وای گنرال پرسیدس مرا گفت بزگریسه با ما او سگ گذاشتم گفتم گفت بزگر گذاشتم با گفت تورا داری گفتم تورا دارم خست هم پالکونیک هم будущий генерал بگم دکم будущий генерал خست اجوش ayımız kamekai çarmış خست joynumuzda ayımca bro var da bolo joynumuz işte gibi de будущий генерал bro var بعد گفت که parto joynumuz amca با part گفتم amca joynumuzda با خست مقدار سر که موزه گفت توقید گفتم توقی اکی هیچ شوکلاکی سویدا کافی نمیرم اخی لارز تالخا کافی اخی ایران نمیرم توقی سویدا کا دکسمای تلپاک گرفتم خیلی تلپاک گرفت ای دروی تلپاک توقی سویدا کا گرفت مرا داد زبانم قطع جواب میگم مرا داد دسترد من گفت دستر منو از اون گفت پس بگو بو خانم است کسی که درآمد اهمیت نته گفت من ایجا شتگیم گفت بعد درآمدم با استاکم از اون خوندم من گفتم اوست پس که گفت خوندم بعد گفتم بعد رفتم از اون وای چی را موضوع رو خوندم من قایدش که خوندم بعد خستم بعد توقی را گرفتم قطعی چی قطعی جای نماز بعد ایستادم گفتم که اکا خوندم تیار کردم گفتم خوند تیار کردی دا که ما دعا کردی گفتم که دعا کردم دا که وطن دعا کردی گفتم دعا کردم گفت بشیجا توقی را گرفت توقشا گرفت هم بودوشی گنرال تلپاک گرفت در سرش موند توقچه را ایره در بلاش موند جوینموز رو با تا کرد در بلای همون کرسلاش موند شیشتو با نویسان سر کرد برادران قندم خیال دگاه که دنیا همتری های خیال دگاه که دنیا هم خیلی های یک قصه دیگر را نقل میکنم وقتی که جنجالا به وقتی کارهای مدهش جنگ و جنجال میرفت ای عادل برآمد یا برادر ما برآمدم خیلی گفتم اکا اخی نگاه گفت که شما خوندم اخی شما خوندم گفت با ما یک خیلی وقت شما 5 وقت خونین ما گفت 6 وقت میخونیم گفتم یا وقت بود درست کردیم چیکار کردیم یا وقت بود زیاد کردیم گفتم ما تهجد تا قبل نمیزنیم برادران قندم خیال نکنین خیر دینا چنان همه را گپ زدن چنان هم حقارت کردن چنان هم دشنام دادن برو وردن همین اگر همین یگام کلیت دوزخ یا در دوزخ میشید که همین دینا همون بچه‌ای که مرا وای کردن هول میکردن همین هول میکردن در دوزخ مرا در دوزخ میپرستن شما من نمیدونم چون نمیفهمم شما نمیفهمین همین گپ همین دنیا را خیال کنم همین دنیا همین خیلی دنیا خیلی نیست هیچون چی میگن شما برادران خندم بسیار اغراجات کردن بسیار وای کردن مدا گپ زدن که بابا تو غیرت نداری تو بی‌غیرتی تو کندکی سینه میکنی تو کتفات ایتری میکنی تو غیرت نداری چو درباره تو که ای وحدت باشی چو درباره بابای ایشانی نورالدین جان گپ نمیزنی آخه انتظار شو ما گپ زنم آخه من 60 ساله گپ در اینترنت یک روز گپ زدن نمیتونم که آخه ما همش گپ میزنم ایشانی نورالدین جان یکی از فرزندای برآمد وحدت های ما ایو افتخار میکنیم چقدر خدمتای کرده ایشان نورالدین جان ما برای یا نوار میکنم برای ایشان نورالدین جان یا نوار میکنم بس همین شما میرسونم با ملا حیدر شریف زاده اولی با کمتر من میشناسم اویدی کاروبار درباره وای من نوار میکنم که دینا کدام آدمی بی دین بی آدمی همین آدمی نمیدونم چه با الکتروشوک خیلی قطعی وای کرده اینترنت برآمد ما نخود دوملو را گرفتن الکتروشوک زدن با عفینی ما شفیور
نخواهی خیلی که چی جامعه بگجا رفته است این خیلی نکنین خب انتظار شین ولی شما انتظار شین گفتن ما آیت ادپیساتسا میکنیم ترا زبلکرواد میکنیم ترا نمیسارو میگه حقارت باجو بسیار بزه گفتن مرا خیلی ویدیو حاضر کردم اگر با شما معقول نباشد بگیریم سایتو مرا زبلکرواد کرد ادپیساتسا کنیم نه که معقول باشد شما کدامی که تماشا بینای اگر پادپیساتسا نکنه فردا روز قیامت من شما دومانگیر میشم پادپیساتسا اگر نکنین معقول نباشه ادپیساتسا کن معقول باشه پادپیساتسا کن تماشا کردی معقول نباشه ادپیساتسا کن معقول پادپیساتسا کن این خب بلوگرام پادپیساتسا لایک میگم من یکم جونا گفتم این روز با شما میگم چه خیلی یکم گپی نامعقول گفته است میگم دروغ گفته استم استوریا را نقل کردم پستی و بلندی های زندگی را نقل کردم برادران قندم جوانای محترم نواسای قندی باباش خوب گوش دارین همین دنیا را کو دنیا را خداوند آفرید برای خاطری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم فهمیدی برای همین خاطر آفریدگی اکی این سرش وظیفه ایشان نوردین جان وظیفه مولای باختری وظیفه حاجی میرزا اکا وظیفه برادرمان مولا عبدالرحیم قزاخانی بفهمونین خلقا من میخوام بفهمم که همین دنیا را خداوند برای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرید وقتی که گرفت خاک گرفت شورید آدم بابای آدم شورید برآورد ملائکه چقدر وای کردم من نمیدونم من میدونم میفهمم شما گپ زنین که گفت که ای پشتی مد ای پشتی خلیفه من شخصی را می آفرم که برای خاطر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدی برای همین ما این پیغمبری آخر زمان امیدهای بسیار داریم که شفاعت کنه ما امتینیم ما امتی آخر زمانیم چقدر باید دنبلا گپ میزنی ایش باید باید گپ زنم اخی ما همین قمه دارم اخی ما امید دارم شیطان امیده ما امید دارم همه ما امید داره همه مسلمان امید داره خیال که هم جنرالی که بود وای کرد که اخی نماز خوانده است امید دارن شما چی گفته استی اخی خیلی نکنین برای همین مولودی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم با همه شما تبریک میگم مبارکبای میگم صلوات بفرستین نماز بخونین باید نماز توفه رسول میگن خیر ملا میدونن توفه رسول میگن توفه رسول بخونین اخی با شما نگین مرا با خیلی که نگه که ایش بدعت ایش خیلی اوش خیلی چی میگین شما مرا اخی و ما چیزی که میدونم برادرانی قند من رو گفتم ما امید دارم که پگه از شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به نصیب نمونیم همه مسلمانان جهان امید دارن و شما نمیدونم چی خیلی گپ زدم شما را برای همین برادران قندم اینا ما شما را با مولود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تبریک میگم هممون امیدواریم از شفاعتش هممون خواهانیم که تاجیکستان ما وطنداری ای گوشه ایمان وطنداری ای گوشه ایمان اخی وطن در مثال رفتی مثال حمایت مرز بومی وطن رفتی اخی اونجا در مورد شهید تمام وطن مادر و وطن همه امن وطن سرسبز و خرم و ما شکرانه کنیم باید که اخی و برادران من همین من ملا نیستم که یکم خیلی با ملاگی قطعی آیت حدیث من همین میدونم گفتم من مسلمان پر مسلمان ای پسی بلندی زندگی میزنم شما رو با خاطر رسان میکنم که ویدیوهای آینده برای ایشان نوردین جان فکت و حجت و رقم مهر پیچت کردی من از زندگی شخصا فکری خدمت بیان میکنم برای فرزانای ملت برای انا دوملو کلوبی مرا سر به بیرون میکنه مولا حیدر یکی ای وایزان یکی از چیه که من دورا میتونگی میشناسم من سخن میکنم من گام میزنم چیزی که همین دلی خدم یکم نمایش یکم چیزه یک چیز خوندنی بودم من کامنتر ایران خوندم شما دا جوانان محترم و جوانان خبیا محترم تو این قدر مرا رازگان دادن این قدر مرا نجات که این قدر ادپیسات میکنه کنه بینو کو معقوله میگه پوی ما درباره ایشان که میزنم درباره تمام پسی بلندی های زندگی میزنم کنه کو ادپیسات کن زنده و سربلند و آباد باشه گفتنی هستم که از شفاعتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه مسلمان رو با نصیب گردونه الله اکبر زنده باشین برادران محترم جوانان قند من نواسای باباش زنده باش سربلند باشین